سلام فالوور عزیزم، یه مدت نگران بودی که چرا دوست پسرت لاغره. آره، دوست پسرم یه مدت معتاد بوده و تازه ترک کرده. الان یه خورده لپ انداخته و صورتش خیلی پر شده. بردیمش ترک اعتیاد، ترکش دادیم. الان خیلی خوب شده، خیلی زندگیمون بهتر شده. سلام رفقا، چطورید؟ من هستم توی هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. توی ویدیو ما با هم دیگه بریم چالش دروغ صدف بیوتی رو ببینیم و بهشون ریاکشن نشون بدیم. طبق روال همیشگی یادتون نره که اگه خوشتون اومد حتما دکمه لایک رو بزنید و کامنت بذارید و اگه چنل سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که فعال بشه. هر موقع ویدیو میذارم پیغامش بیاد و بیا ویدیو ببینیم. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو. برو بریم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه‌ها تو دایرکت خیلی ازم سوال میپرسید که شغل شوهرت چیه. میخواستم تو این استوری بهتون بگم که شوهرم جراح مغز و اعصابه. بعد تو بیمارستان عرفانم یارو پشماش شیخ اخلاصو کار میکنه. موقعی که فقط خونه دختره. نیست، مثلا خیلی موقعی که خونه نیست مشغول جراحیه توی بیمارستان عرفان. سلام، خوبی؟ ببین این براشایی که من گرفتم مال براشای صدف بیوتی بود که مال سیگما بودش. سفارش دادم، تقریبا شد 8,600,000. 8 میلیون. بابا هر کی هم باشه شاش 4 تا میشه. نگاه کنه قیافه شعرشو. چشاش از حدقه زده بیرون. حالا به دور از شوخی واقعا قیمت لوازم عمرش اینقدر هستا. 8 میلیون. 8 میلیون بدی بزنی به مال رو صورتت، آخرش بعد تهش بعد تو بشوری. نمیتونی بارش بخوابی که. بعد براش با اون ولش کن. زیاد ورود نمیکنم تو این بس. سکته نکنه شانس آوردی. 8 میلیون هم اینجا نشون میده. امیر حرف نزنی، میخوام یه استوری بگیرم. سلام فالوورای عزیزم، از من پرسیده بودیم که شوهرت کجا کلاس رقص رفته که اینقدر قشنگ میرقصه. همسر من تهران پیش همسر من موقعی که امریکا بود پیش استاد خوردادیان با بر تلاش از همین بستای تک سیگار بگیر حتما میتونم. من مامانم خودش معتاد بود، ما برش از ما گرفتیم. حفشا بیشعور دروغ میگی احمق. یه نظر فرضم خوام باعث بدم رها، اشکال نداره عزیزم. من خودم مثلا چند بار مچ رضا رو گرفتم. چه مچ رضا رو گرفتم؟ چی نبودم وایس خب چرا این حرفو میزنی؟ اومدم مثلا دیدم با دختر رو اشکال نداره، ناراحت نکن خودتو عزیزم، پیش میاد توی رابطه همه اینا، اشکال نداره، قربونت برم، آروم باش. منو زشت میکنی که دوستتو آروم کنی؟ سلام اریکا، چطوری؟ خوبی؟ ببین من با بابام صحبت کردم که قبول کرد بیام ویراتون شما. فقط چیزه بابا چه اینجوری نگاه میکنی؟ این خندات معلومه که فیکه دیگه. بعد چیزه ملیکا فقط آره من با ماشین شما میام، بیای دنبالم 2 هفته بریم. هیچ مشکلی نداره. بهم گفتش که برو فقط مراقب خودت باش. ولی دمش کم و بابا آیپد داره. ماما میگم دارم وایس میگیرم، میشه حرف نزنی؟ یعنی بابا هیچ حرفی نزد، از بس میدونه دخترش خنگه داره گیرش میاره. دمش کم. من فکر کنم الان دیگه اون آیپد رو دستش پرت میکنه تو صورتش. سلام عزیزم، ببخشید جواب وایس تو دیر دادم. آره عزیزم، دکتر رفتیم ولی دکتر بهمون گفتش که همسرم نمیتونه بچه دار بشه. چی؟ دروغ میگی؟ الناز من بچه هامو میخوام 4 روز، مامانم گفته نگم دارم 4 روز باشه بریم کیش. بعد من آره این تیکه برداری سینم، آره برم.
لازمه دیگه برم از نه با میخوایم با دوستان میخوایم بریم با الناز. نگهدار دیگه تو. کی میتونه نگه داره؟ معلومه که خیلی شیطونم. چی میشه مگه ماما؟ خب من نیاز دارم. نگهدار دیگه خب بچه ها ماما. چرا وای میسه؟ روحیم لازمه. آره از کار و اینا پرسیدی؟ خدا رو شکر همه چیز خوب رو به راه دیگه. من که یه چیز سر همون کار قبلیمم پیامم که آره یه چند وقتی هست یه بخش مهمی از نمایندگی بنز رو گرفته دیگه. اونجا یه سمت خیلی مهم بهش دادن و خیلی خدا رو شکر باز خیلی خوبه دیگه. یه درآمد خیلی خوب و مایی ازم دارم وایس میذارم مایی 6-7 هزار تا درآمدشه. چه خبره؟ ببخشید من الان دیدم پی ام تو. اون روز که استوری محمد رو گذاشته بودم پرسیدی که خوشبالش هم موهاش پره. گفتم بهت بگم محمد کچل بوده. راستشو بخوای محمد قبل از ازدواجمون کچل بود، یعنی مو نداشت. بعد من یه چیز گرفتم، یه محلول گرفتم براش یه حدود فکر کنم 7-8 میلیون شد محلوله. از وقت اون محلوله رو میزنه موهاش خیلی پر شده و دارم باعث ندارم حرف نزن. چرا تو پرت میگی؟ کچل بودم؟ بابا هیچی نگه دارم استوری میگیرم. هم بفرستم واسه اصلا باباش اصلا این پسره بود من چند وقت پیش میگفتم ازش خوشم میاد و اینا. بعد چیز فکر کنم جاشو بعد دیشب بهم پیام داد بعد گفتش که میشه با هم دیگه دوست بشیم و اینا. منم قبول کردم. خیلی جرأت داری. خیلی هم من پرسیده بودیم در مورد اعتیاد. خواستم بگم که تو خونه ما مادرم یه زمانی استفاده میکرده ولی پوکر. سلام، چطوری؟ خوبی فایزه جان؟ شبت بخیر باشه. ببین راجع به مربی ورزشم یه دختره هست متولد 73-74 کارش خیلی خوبه. ببین من 15 کیلو باهاش کم کردم. ریاکشن شوهرش جوری بود که اصلا حرفی واسه گفتن نمیذاره. معلومه که هیچی کم نکرده. خوبی؟ چطوری؟ چرا معتاد شده یعنی؟ عیب نداره بابا. از این آدما هممون تو زندگیمون داریم همتون هم داریم. این با تلفن حرف میزنیم پشت با وایس تلفن تموم بشه دیگه. ناراحت کننده نیستش، ببریدش کم. ببین مامان منم معتاد بود خب. مامان منم معتاد بود تازه ترک کرد. سلام، خوبی ساله جان؟ چطوری؟ مبارک باشه ویزات. خیلی خوشحال شدم. حالا که انشالله میری دخترت هم میبری. اونم ویزا شده. منم که نه برای هلند اقدام نکردم، من ویزای کانادا رو گرفتم. قیافه یارو بال بود. سلام عزیزم، خوبی؟ آره من اون پک لوازم آرایش صدف بیوتی رو سفارش دادم 7 میلیون. حالا قراره برام بیاره. اگه تو هم میخوای بگم 2 تا بیار. چی؟ پک لوازم آرایش صدف بیوتی. با کی داری حرف میزنی؟ با دوستم. با چه اینجا داری حرف میزنی؟ کجا حرف بزنم پس؟ یعنی چه 7 میلیون؟ 7 میلیون سفارش دادم به صدف بیوتی برام بیاره. به نظرتون فیک نبود؟ من میگم فیکه. بابا چه بد. سیبیلا رو بریم پیش مشاوره درست میشه. بابای منم همینطوری. باباشه. آره بابا انقدر همش تو خونه فوشای بد میداد، حرفای رکیک میزد. از وقتی رفت بهش میخورد، به سیبیلش میخورد. زنده نمیمونی تو زنده نمیمونی. سلام چطوری؟
آره ببین من برسر خریدم براشا رو، یعنی هنوز برام نیومده، به دستم نرسیده. مال همین صدف بود سیگما، قیمتش هم شد 4,500. بعد 4,500,000 نه 480 تومن. خیلی یا چی میگی؟ چی؟ نه هم که ندیدم که کار به کار باید بکنم. یه جیره میدم که نامه به بلایلی ها خیلی خود سر شدی. چه صافت. سلام خانم بهرامی، حال شما خوب هستی؟ خانم بهرامی خواستم بگم که من شوهرم خیلی تغییر کرده، خیلی رفتارش فرق کرده و خیلی مهربون شده، طوری که حتی برای من تولد سورپرایزی گرفت. یه تولد خیلی خوب جد انقدر مهربون شده که خودش هم باور. ببین یه دقیقه حرف ازم پاپوش بذار. نه واقعا از تو بعیده مونا. این چه حرفی که میزنی؟ ایزی لایف دیگه خجالت داره. ما خودمون اون زمان که بین کمرش درد میکنه یه هفته ایزی لایف بست، اصلا هیچ مشکلی هم نداره. نه بابا ببین رکسانا، منم با مصطفی دوست بودم. نه یه لحظه وایسا، من با مصطفی دوست بودم. من با مصطفی دوست بودم، مثلا بغلش کردم، بوسش کردم، چیز خاصی نیست. چرا نخورده درگیری اصلا؟ خب بابا تو دوستی، رابطه دوستی همه اینا هست، خودتو اصلا درگیری نکن. درست برخورد میکنی ماشاءالله. اصلا مامان دروغ میگه. اصلا تو هم بوسش کن. تو تا کی میخوای این سن رو تجربه کنی؟ تا کی میخوای تو این سن باشی؟ بوسش کن، بغلش کن، حتی خونه‌شون هم اگه دعوتت میکنه، حتی خونه‌تون هم اگه مثلا دعوت کرد، آره دعواشون شده. بابا فرناز تو میتونی اونو از احتیاط برگردیم. والا وحیدم معتاد بود. چیه؟ من معتادم عوضی. سلام دوستای عزیزم، خیلی از من پرسیده بودید که داداش چه شامپویی استفاده میکنه که موهاش پشته. چرا باید دوستای عزیزش سوال کنن که داشت چرا موهاش انقدر پرپشته و چی استفاده میکنه؟ راستش رضا یه مدت تاس بود، کچل بود. بعد دامادم یه سری گود و هورمونی که واسه یه گل استفاده میکرد و داد به رضا واسه گلا، ولی رضا اونا رو زد به سرش. تو داری چی میگه واقعا؟ شرف من داد شدم. درگیرم. مژگان رو رفتن اصفهان، من خیلی درگیرم دیگه. با جونم گفتن که به خاطری که خیلی عروس خوبی بودی میخوام بهت یه ماشین کادو بدم. یه ماشین آره دیگه کادو میدن، ماشین خیلی خوب و شاسی. آره دیگه قرار شده که بهم یه ماشین کادو بدن و دستشون درد نکنه. و بعدم گفتن اصلا به کسی نگو، بعد مثلا بگو شوهرت خریده، محمد خریده. یعنی نمیخری؟ نه دیگه آره دستش درد نکنه دیگه. قربونت مرسی، فعلا کاری نداری. خداحافظ. بنده خدا پدر شوهره دیگه مجبور شد دیگه واسش بخره دیگه. سلام عزیزم، خوبی؟ چطوری؟ من گفتم جوابتو با وایس بدم. آره ببین وزن کم کردیم ولی رژیممون خیلی سخته. ما فقط داریم سینه مرغ میخوریم و هر روزم 6 صبح بیدار میشیم ورزش خیلی سخت میکنیم دیگه. حالا به چی میخندی؟ الان پیتزا خورد. یه ساعت صبح یه ساعت هم بعد ظهر ورزش میکنم.
آره. یعنی ببین چجوری هستی که وقتی به یارو میگی من ورزش میکنم دروغم حتی میگی طرف با تعجب نگاهتون میکنه. نه اینا باز خودشون دارن حرف میزنن. اونا باز خودشونن. چی؟ نه حالا عکس سیکس پکمون خوشگلم برات میفرستم. چجوری میخنده؟ نمک بود. من فکر کردم نمکه. پس نگو سامان اون مواد داده به بهزاد. نه بریم شب به بابا بگیم. گریه میکنه دیگه کارش به یه جایی کشیده که مواد برای این ور اون ور. من نمیدونستم باید بهم تن میگفتی. باشه بهزاد همین یه کارت کم بود داره. باباش اینا هم هستم میریم بهش میگیم. بهزاد کی حالا؟ خدافظ. خیلی خوب بازی کرد. آفرین. یعنی بهترین ویدیویی که تا الان داشتیم میدیدیم بهترینش شد، فقط همینه. خیلی نقشش خوب بازی کرد. قشنگ با گریه احساسی. دمت گرم. تو بازیگر شو اصلا کلا. راجب اون براشی هم که چقدر بهتون نشون دادم صدف بیوتی معرفیش کرده بود. قیمت اون براش 8 میلیونه و من اونو خریدم. نمیشه یه اولفاز بلند شد. پلی نکنی ها. سلام بچه ها. چه بابای خوبی. بگم که اگه میشه بیا ما هم یه کمپین را بندازیم به اسم کمپین نه به ازدواج اجباری. چند وقته که بابای من داره مجبور میکنه که من به زور ازدواج کنم. چی گفته اون بنده خدا؟ گفتی گوشی بذار کنار، گذاشت کنار. آره دیگه. فیکه دیگه. بیا بگیم فیکه. قبول کنیم فیکه این. یه لحظه مامان هیچی نگم میخوام وایس بدم. سلامش خوبی الی؟ آره مامانم اوکی داد. من غلط کردم که اوکی داره. اوکی دادی برم کیش. به کی داری میگی؟ به کی داری میگی؟ به دوستم. دوستت کی هست؟ با یک از دوستم. یعنی چی یکی از دوستات؟ من اوکی خب، دادم با چی داری؟ پول داری؟ آره. پول داری که من نشستی پا پوش که چی داری میگی؟ میخوای بریم کیش ها. زهر مار چرا نصف شب داره مسخره بازی در میاره؟ اون دیگه چرا صبح چرا نصف شب نیست؟ من میخوام برم کیش. چرا نمیذاری وایس بدم آبروم رو؟ من بابا نیستم. 3 روز میخوام برم کیش رو بیام. بابات که هست به بابات بگو. من میخوام برم کیش. میگم که به بابا نمیگم میخوام برم. به بابا نمیگم. نه. سبا چند سال داری؟ بچه‌ها از من پرسیده بودین که حالا با این پولی که در آوردی تا حالا خودت چیکار تونستی بکنی؟ میخواستم بگم که من تونستم یه خونه تو آجودانیه بخرم. جان من کی داری خالی ببندی؟ یه بیمه خرم. دیگه چون یه ویلام توی تنکاوا خریدم. تنکاوا رو میخوام بهتون یه محصول رویش مو معرفی کنم که من برای بابامم گرفتم استفاده کرد. کنار موهاش در اومدش. اول بابای من تاس کامل بود، بعد الان کنار موهاش هم در اومد. الان اون روز داشت میپرسید از کجا یاد گرفتی اینقدر خوب ترکی میرفتی؟ گفتم خیلی فاصلت نزدیکه با مادرت. یه خورده دورتر وای میسادی بهتر بود. توصیه من به تو بود دیگه. حالا ادامه ویدیو ببینیم، شاید چیزی سمتت پرتاب نکرد. مامانم رقاص کاباره بوده اون موقع. منو میگه چرا بعدشو نشون ندادی؟ چی شد؟ زنده ای؟ یا مردی؟ خوب بود انصافا. چند ترمم ترم 3-4 اینا رم الف شدم. خوب بود درسم. افتضاح.
سمیرا همین دیگه. ولی جالبش اینه، میدونی جالبش اینه اکثریت همه بلاگر بودن، اینفلوئنسر بودن که میخواستن یه توضیح در مورد محصولی که مصرف کردن تو بگن. دمتون گرم، دست ما هم بگیرید بیایم بالا. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، اگه خوشتون هم نیومد لایک رو بزنید دیگه. واسه من لایک رو بزنید دیگه، اینو واسه من بزنید. اگر نظری دارید حتما توی کامنت بنویسید، حرفی دارید حتما توی کامنت بنویسید. و اگر چنل رو سابسکرایب نداری حتما چنل رو سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم، هر وقت ویدیو میذارم برات پیامش بیاد و بیای سریع ویدیومو ببینی. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی بوس بهتون. پیس.